بعد حمد ثنای خداوند متعال و درود و رحمت بر جناب پیامبر علیه الصلاة و السلام، السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. در دوام صحبتی که به شما میکنم شاید یگان خطاکه از بنده سر بزند. از همه معذرت میخواهم و میخواهم امروز یک حدیث از پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام پیشکش شما کنم. پیامبر خدا علیه الصلاة و السلام در وصف ایمانداری، محبت به ایمان و توفیق قدرش شناختن زیبا میفرماید: التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیامبر میگوید همین توفیق، ایمانداری یک نعمتی بزرگی است که خداوند به هر انسان نمیدهد مگر به انسان هایی که اونها در نزد پروردگار عزیز هستند. مقصد الله متعال لطف و مهربانیش با او بندگانش کرده است. به همین خاطر انسانی را که الله وقتی توفیق داده باشه که آن نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه کنه و دیگر عملهای خوب کنه، او انسان این توفیق غنیمت بدونه. به خاطر که اگر الله اون توفیق از من تو که جدا کی کرد، دیگه هیچ کس به داد منت نمیرسه. حتی پیامبر به داد منت نمیرسه وقتی که توفیق پروردگار ما نادیده گرفتیم. فقط الله متعال پیامبر میگه از تو ابلاغ کردن ای رسول الله توفیق از جانب پروردگار. حضرت علی کرم الله وجهه داماد پیامبر خدا علیه السلام در سخنهای زیبای خود میفرماید: همه در روی دنیا نعمت های هستن، همه اینها نعمت هستن. پدر و مادر نعمت هستن، زن و فرزند نعمت هستن، مال نعمت هستن. نیکی بهترین نعمت که از اینها بالا هسته این ایمان است برادران. ایمان است. قدر ایمان بدونید. اگر ایمان چیزی عادی میشید، یک نظر به تاریخ اسلام کنید برادران. یک نظر پیامبری که 63 سال عمر داشت، عمکش که برای جان فدا بود، چی خدمت کرد؟ ابو طالب عمکش بود. پیامبر حتی در حقش چیکار کرد؟ گریز، گفت یک کلمه بگو ای عمک لا اله الا الله. همون کلمه را گفتن نتونست. که هم برای پیامبر جان فدا بود، مهربان بود، از دنیا ایمان نبود. به همین خاطر ایمان که اگر چیزی عادی که میشه، نگاه که عمکی که پیامبر را دیده بود، خدمت پیامبر را کردگی بود، که ایمان نبود. ابراهیم خلیل برادر رو نظر کنه، پدرش آزر همون معجزه ها را از حضرت ابراهیم علیه السلام دید. حضرت ابراهیم گفت که در حقیقت طلب مغفرت میکنم تا وقت خداوند من معن کنه. همون معجزه ها شدید، همون خدی گفت ای پدر در پیش بت و سنگ سجده نکن، عاقبت با همراه شیطان در دوزخ میره. نگاه که پدر ایمان نآورد. از دنیا